فصل اول کتاب فراسو، موفقیت شخصی. داستان رضایت از زندگی ملیکا. زنی 30 ساله و پرتلاشی بود که در یک شهر بزرگ زندگی میکرد. از بیرون به نظر میرسید که همه چیز در زندگیش به خوبی پیش میرود. او یک شغل خوبی داشت، در یک شرکت معتبر کار میکرد و از نظر مالی در وضعیت خوبی بود. اما در اعماق قلبش احساس نمیکرد که واقعا از زندگیش راضی است. یک روز وقتی ملیکا در مسیر برگشت به خانه بود، دختر بچه‌ای را دید در پارک نشسته و در حال نقاشی کردن است. او با شوق فراوان نقاشی می‌کشید و صدای خنده و شادیش در فضا پر شده بود. ملیکا با دیدن او به یاد روزهای کودکی خود افتاد، زمانی که ساعتهای طولانی را نقاشی می‌کرد، اما به مرور زمان با مشغولیت‌های زندگی و کار علاقه‌اش را فراموش کرده بود. ملیکا تصمیم گرفت که تغییرات کوچکی در زندگیش ایجاد کند. ابتدا هر هفته یک روز را به خود اختصاص داد. به کارهای هنری و نقاشی پرداخت. با این کار احساس آرامش و شادی بیشتری گرفت و دنیای جدیدی از خلاقیت برایش باز شد. همچنین به روابطش اهمیت بیشتری داد. هر هفته با دوستانش وقت گذراند. در فعالیت‌های مشترک شرکت کرد. به سینما رفت، به کوهپیمایی رفت، در کافه‌های محلی وقت گذراند. ملیکا همچنین به یادگیری و توسعه شخصیش پرداخت. او یک دوره آنلاین در زمینه عکاسی ثبت نام کرد و هر روز سعی می‌کرد تکنیک‌های جدیدی را یاد بگیرد. عکاسی به او این امکان را داد تا دنیا را از زوایای جدیدی ببیند و تجربه‌های زیبایی از زندگی را ثبت کند. با گذشت زمان کم کم احساس رضایت از زندگی در ملیکا شکل گرفت. او دیگر فقط به جنبه‌های مادی زندگی فکر نمی‌کرد، بلکه به احساسات و تجربیات شخصیش اهمیت می‌داد. روزها پر از رنگ و زندگی شد و او متوجه شد که با ایجاد تغییرات کوچک می‌تواند زندگی شادتری داشته باشد. ملیکا همکنون در حال زندگی کردن در لحظه هاست و هر روز با یک لبخند از خواب بیدار می‌شود. او یاد گرفته است رضایت از زندگی تنها به داشتن چیزهای مادی مربوط نمی شود، بلکه به ایجاد روابط معنادار، دنبال کردن علایق شخصی و ابزار خلاقیت بستگی دارد. و این گونه ملیکا با کشف دوباره خود به زندگی معنا و رضایت بیشتری بخشید. رضایت از زندگی یک مفهوم ذهنی است و ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. افزایش رضایت از زندگی می‌تواند به بهبود سلامت روانی، افزایش انگیزه و بهبود عملکرد در زمینه‌های مختلف زندگی منجر شود. با توجه به این دیدگاه می‌توان گفت که رضایت از زندگی یک فرایند پویا و چند بعدی است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. درک این عوامل و تلاش برای بهبود آنها می‌تواند به افزایش کیفیت زندگی و احساس رضایت کلی فرد کمک کند. همانطور که ملیکا با دیدن آن دختر کوچولو متوجه شد رضایت از زندگی از مهمترین قدم‌های رسیدن به آرامش است. با کودک درون خود دوست شوید، همان کاری که ملیکا انجام داد. به خودتان اجازه دهید احساسات و نیازهای عمیقتان را ابراز کنید. احساسهای منفی مانند غم و ناامیدی و احساسات مثبت مانند شادی و هیجان بخشی از وجود شما است. به کودک درونتان با محبت نگاه کنید. به او یادآوری کنید که همیشه مورد توجه و عشق است. در ادامه می‌خواهیم در مورد تکنیک‌هایی صحبت کنیم که منجر به رضایت زندگی می‌شود. نوشتن دفترچه سپاسگزاری. هر روز چند دقیقه وقت بگذارید و 3 تا 5 چیزی که بابت آن سپاسگزار هستید را بنویسید. می‌تواند کوچک یا بزرگ باشد، مثل یک روز آفتابی، یک دوست خوب یا سلامتی. تعیین و نوشتن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود را تعیین کنید و آنها را بنویسید. اهداف باید مشخص و قابل دستیابی باشد. همچنین هر هفته پیشرفتتان را بررسی کنید. مدیتیشن و ذهن آگاهی. هر روز چند دقیقه به مدیتیشن یا تمرینات ذهن آگاهی بپردازید. در مکان آرام نشسته و بر تنفس خود تمرکز کنید. ورزش منظم. فعالیت‌های بدنی منظم هر روز یا چند بار در هفته می‌تواند تأثیر مثبتی بر روحیه و رضایت از زندگی داشته باشد. می‌توانید از دویدن، پیاده‌روی، یوگا یا هر نوع ورزشی که دوست دارید استفاده کنید. توسعه روابط اجتماعی.
هر هفته زمان خاصی را به ارتباط با دوستان و خانواده اختصاص دهید. حتی یک تماس تلفنی یا یک ملاقات کوتاه می‌تواند به احساس وابستگی و رضایت از زندگی کمک کند. جستجوی فعالیت‌های تازه. خود را به چالش بکشید و به فعالیت‌های جدیدی بروید. این می‌تواند شامل یادگیری یک مهارت جدید، شرکت در کلاس‌های هنری یا سفر به مکان‌های جدیدی باشد. تجربه‌های جدید. هر ماه یک تجربه جدید را امتحان کنید. چه یک رستوران جدید باشد و چه یک فعالیت تفریحی. این تجربه‌ها به شما این امکان را می‌دهد که زندگی را از زاویه‌های جدید ببینید. توجه به خود. یکی از مهمترین نیازهای جسمی و روانی توجه به خود است. انجام فعالیت‌هایی که شما را شاد می‌کند. استراحت کافی و تغذیه مناسب بر سلامت روانی و جسمی تأثیر مثبتی دارد. کمک به دیگران. زمانی را به کارهای داوطلبانه و کمک به دیگران اختصاص دهید. این فعالیت‌ها احساس رضایت و خوشبختی را افزایش می‌دهد و به شما اجازه می‌دهد که با احساسات مثبت بیشتری زندگی کنید. چون خوب کردن حال دیگران باعث احساس مهم بودن به شما می‌دهد. پیشرفت شخصی. کتاب بخوانید یا در دوره‌های آنلاین ثبت نام کنید. مهارت‌های جدیدی یاد بگیرید. افزایش دانش و خودآگاهی می‌تواند به رضایت از زندگی کمک کند. این تمرین‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا رضایت از زندگی خود را افزایش دهید. نکته مهم این است که فعالیت‌ها را با توجه به علایق و نیازهای خود انتخاب کنید و به تدریج آنها را در زندگی خود ادغام کنید تا تأثیر مثبت‌تری داشته باشد.